پسرلیشو نغمه اورم د بلبلو د نوروز زیری پر تاسو ای هاغلو خاوند بیا د پسرلی کړ له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه د خپرونې په دې برخه کې هغه څلور قصې چې پاتې دي زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي. فرصت است که قسم سوالای عزیز گفت 4 قصه دیگر داشته باشیم. قصه مریم مانده. بله لیما جان. خب از خود شروع میکنید؟ سمه ده. خو دیر مخکې چې زه خپله قصه ووایم البته یو خاطره مې ده زه به یو لنډۍ ووایم ځکه سهیلا ډېرې ښایسته لنډۍ ویل د پسرلي په اړه وایي سالو دې ډک د ګل راوړو سالو دې ډک د ګلو راوړو بیا دې د کومې باغچې کړي دي سیلونه. یک دقیقه سهیلا که همیشه لنډۍ میگه من میگم مانای شب چی میگم نمیتونم دادری بگویم دیگه بفهمیدم لنډۍ خدا چی مانا بیشه اگر تو نفهمم د میچادرت زیاد گلا راوردی بگو د کدام باغ دیدی که یعنی که گلا راوردی در پشتوی چقدر مقبول میه وقت میگینه لنډۍ داسې یو فورم دی د پښتنو چې یعنی یو دنیا خبرې پکې راټولي او بیا بهترینه خبره خو دا ده د لنډیو چې د ښځو ویناوې ټولې ښځې پکې یعنی هره لنډۍ چې هغه د ښځو په اړه ویل شوې ده او من یه طول نمیفهمیدم اگر یکی دیگه هم میشنم دیگه هم میفهمین بشه دیگه هم لنده اصلا ما میشنیم کلن این برنامه رو لنده خانی میبینیم میبینیم و لنډۍ درته وایي سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی زما جانان خو د دیواله سوري ته ځینه امی ماناشا برات بگیم میگه محتاب سرما چی احسان میکنی میگه امی دلبر مکس شما دلبر میگی امی خو میگه در چی سایی دیوال میره عالی بود. یو بله لنډۍ به هم درته ووایم مامان بکو باز خب صحیح ده وایي درې اشیا لرې کوي د سړي غم شنه ګیا جاري اوبه مخ د صنم چی مانم اول که فهمید تا من وقت دستم نه دیگه نفهمیدیم اما من نمیخوایم که ترجمه اشتباه کنم دقیقش خود سوال برنامه کوتاه بگو سهیلا که سر قصه قبل او صحیح ده وایي درې څیزونه دي درې شیان دي من لنده به پشتو تا ماناشا به پشتو میگه سه چیز است که میگه غم از آدم دور میکنه یکی میگه سبز است جایای سبز طبیعت ما سبز سبزه است داریم یک تا مریم و دیگه آب روان است دیگه شام آب روان است و دیگه سنم سویلا دیگه روی سلام ما ده یک اکشن باز کنم خب افرا جان قصه تا میخواییم بشنویم زما قصه یعنی قصه نه ده زما یو خاطره ده جالبه خاطره مونږ چې کله واړه وو ډېر واړه وو شاید د اووه اته یا هغې نه واړه خو لږ لږ مې رایادېږي نو زمونږ د کلي ښځو به یو ځای راتللې خصوصا د مجرد نجونې دوی به راتللې شپې د خانه به دیګ او تر سهاره به هغې دیګ ته ناستې وي سمنک به یې سمنک نو دوی به هم دا چې سمنک به یې پوخ کړو دا چا چې به د دیګ لړه دیګ به هر چا به یې آرزو کوله نو دوی به فکر کوو چې دا کومه هیله دي په همدې شپه باندې کې حتما به دې هیلې ته رسېږي نو زمونږ یو ګاونډی و هغې شپږ خورګانې وي پوښتلي یو ورور ولري نو دوی هر خانه هر خانه داستانی که در زندگی همه موجود نو هماغه کال باندې خپله سمنک په خپل کور کې پوخ کړ په همدې خاطر باندې چې دا هیلې پوره شي نو سهار چې موږ راپاڅېدلو دغه د دیګ سر باندې چې کوم بخار وو هغه څاڅکي څاڅکي لوېدلی وو نو داسې ښکارېدو لکه د تسبیح چې په دې دیګ کې واچوي نو موږ چې سر جګو ټول ویلې وایي ګوره خدای پاک دې تسبیح ږدلې ګوتې جګې کړې وي نو ټول داسې ویل حتما به ستا دعا دې قبلېږي موږ ټول همدا عقیده لرله او بیا جالبه دا وایي چې هماغه کال باندې د هغې ورور پیدا شو نو ما آخره پورې داسې فکر کوو چې کله څوک سمنک پوخ کړي د هغې هر آرزو پوره چقدر خوب که با آرزوی خود رسیدن و این فکر میگه رسیدن قسمت خوبش است به دا ډېره جالبه وه چې زه اوسه پورې مې همدا فکر کوو چې د دې دا ورور پیدا کېدل د دې هیله پوره کېدل دې پورې اړه لري چې دې دا سمنک پوخ کړو خیلی زیباست. خب در ادامه گپای آخلا جان بگم همه ما این باور داریم داشتیم البته مردم از مردم گپ میزنم مطمئن هستم امشب هم خیلی از خانواده ها دور دیگ سمنکشون جمع شدن به خصوص خانمای عزیز یا دایره میزنن آهنگ سمنک هم میخوانن یا اینکه به دل یک آرزویی دارن و میگن اگر فردا صبح سر دیگ سمنک باز کردیم انشالله که به مراد ما میرسیم. باورا و فرهنگ افغانستان همینا هستن
همین زیباییایی که ما ازش گپ میزنیم مهم نیست که کی قبول داره کی قبول نداره. مهم این است که ما همچین چیزی رو در فرهنگ ما داریم و مردم ما با او باور دارن و باور به یک چیز به یک مورد باعث میشه که آدم آرزویی رو که داره و یا فکری که در ذهن داره، البته در صورتی که سراغش بره دنبالش کنه، عملی میشه. و این فکر میکنم در هر خانواده‌ای بودم، من هم که دختر جوانتری بودم و میتونستم در مراسم‌های سمنک اشتراک کنم. دختر جوانتر بودی؟ خب دیگه سن گذشته. در هر صورت خب خاله همه اینا در دیگه می بودن، میگفتن که چی است فردا صبح ببینیم که در دیگه سمنک چی میاد. در سرش. منظورش هم نقشش بود که وقتی سر دیگه سمنک باز میکنه چه نقشه در روی سمنک می باشه که بر اساس او باز هر کسی همون نیتی که در دل داره را تعبیر میکنه. چقدر جالب، چقدر خوب. و این هنوز وجود داره مریم جان، هنوز وجود داره. در بسیار جای است. تا این ما قصه فکر کنیم یا که باید ادامه گپا؟ باش قصه خود من براتون بگویم. من متاسفانه شاید 7 سال آخر را جز امشب که در کنار شما عزیزا و همکارای عزیزم و نازنین نشستیم، در این 7 سال آخر نتونستیم که در یک نوروز، صبح نوروز در کنار خانواده‌ام باشم یا شب نوروز که سمنک پخته میشه و جشن نوروز است در کنار خیش قوم و خانمایی که در اونجا حضور پیدا میکنن حضور داشته باشم. و در یک حساب تاسف میخورم که در این همه سال حضور نداشتیم و لذت از نوروز را به معنی واقعی نبردیم، اما در یک حساب خیلی ممنون هستم از خودم و تشکر میکنم از زندگیم که مواقعی را برام داد که در روزهای نوروز و جشن نوروز با مردم عزیزم باشم و سالهای سال در برنامه‌های متفاوت حضور پیدا کنم. به این دلیل من زیاد خاطره متفاوت و یا جالب ندارم، چون که دلیلش هم همین بوده. من هر نوروز در برنامه حضور داشتیم و کنار هموطنای عزیزم بودیم. من فکر میکنم طبعا درست است که در کنار فامیل و خانواده اینا خوش میگذره، اما اگر گاهی ما نیستیم کنار اونام تلاش کنیم که یک فضای خوبی حداقل بر خود بسازیم، نه چون میگذره به هر حالش. خب ما گپ طولانی نشه، برسیم به قصه خودم. راستش وقتی که ما تصمیم گرفتیم که در برنامه قصه بگویم، ما ایران مونده بودیم کدامش را بگویم و چی را بگویم، چرا که روزای خوشی هم البته من نمیفهم زیاد خاطره تلخ از نوروز در ذهن ندارم، خوشبختانه باید بگویم. باز به یک تصمیم رسیدم که ما 3 ماه زمستان را سابقا در کندوز می بودیم یا قندوز وطن مادری، چرا که اونجا هوا نسبتا گرمی بود و در زمستان فکر میگه در فصل بهار قرار داره، یعنی بسیار هوا خوب بود و سبزینا بود و بسیار خوش میگذشت بر ما. 3 ماه زمستان اونجا این بودیم و در سر ای که نزدیک سال نو می شدیم اونجا همه سمنک داشت و مزیش در چی بود که کسی که سمنک می گرفت، قسم هم سمنکی است دیگه، همه قوم خویش کنار هم جمع می شدن و جالبش این بود که تا صبح همه بیدار می بودن، یعنی 4-5 صبح که سر دیگ باز میشه همگی بیدار. یعنی وقت ما شایدم خورد بودم زیاد، اما اون لذت و شیرینیش هنوز در کام ما هست. وقتی که تا صبح همه قصه میکردن در اون قسمت دیگه، ما ایران با اون چمچه مانده بودم که چمچه زده میرفتنی سخت‌ترین کار قسمت از مادر سوال که مادر چرا دیگه ایران نمیمانن، خب بانم که پخته شوم چمچه را بکشن از دی میفنی نمی روندش هست که فرهنگ پخته شونی. من بیشتر از اینکه سمنک بخورم اونمو فرهنگش دوست داشتم و خوشحال هستم که امروز هم در کشور ما در افغانستان این فرهنگ ما زنده داریم و امیدوار هستم که نگذاریم فرهنگای ما از بین بره. ممکن ما در گذشته فرهنگای داشتیم که فراموش شدن، شاید در گوشه‌های اطراف و ولسوالیا و قریه اینا، که ما امیدوار هستم ما بتونیم در زاویه همه اونا را به تصویر بکشیم. یکی دیگه قصه زیاد نمیگم که نال باز مرا اجازه بده. دخترش چطور است که آهنگ سمنک در جوش جمعی بخوانیم؟ یاد داره؟ من یاد ندارم. من یاد ندارم. بدون کمک نمیتونم. خب یاد میخونیم ما همکاریش میکنیم. ما همکاری میکنیم داره؟ ما همکاری میکنیم. من تنقش یاد دارم سمنک در جوش است، ما کفچه زنیم. کفچه همون چمچه را میگه که کفچه مریم همون چیزی
فهمیدم من نمیفهمم چمچه زنیم امور چمچه میگیم. خب خالد خیلی خودت بخوان ما هم آنا همین میخوام جور کنه شما دیگه شما میتونید روی کنید با هم. اوکی درست است. خب پس بیاین که آهنگ سمنک او را فقط به خاطر شما بیننده عزیز که خالد عزیز لطف میکنن میخوانم و ما همراهش میکنیم. گویا خواسته یک دفعه آنلاین داشتم اوکی شروع میکنیم بریم. اول از سمنک در جوشش خب کلگی یاد آه، دارم کلگی. کلگی جای بخونین بخاطر که صدای من بسیار بد میاد موزیک آماده است؟ بریم یک دو سه سمنک در جوشش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سمنک بذر بهار است گله شب زنده دار است این خوشی سال یک بار است سال دیگر یا نصیب سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم من شنیده بودم امو چی شاید داشته بود صدای را بکشم امو نگران مشکل در این قسمت بود که یک جای چمچه میگن یک جای دفچه میگن. دفچه یعنی چون که هم دایره؟ در مراسم سمنک دف هم زده میشه همون دایره و این زمان کاشک دایره تا می‌آوردی. صبح خانمای عزیز چمچه میزنن و بعضی وقت آهنگ رو می‌خوانن. شانه دقیقاً همین آهنگ اجرا میکنن. همین خوب است خواندن. وقت کم است و فرصت بری است که داستانی هم قصه و بعد از این قرار است که یک بازی رو اجرا کنیم و بهتر است که بیننده رو منتظر نمانیم. خدا البته څنګه نورو ټولو کیسې درلودې زه هم کیسه نه البته جالبه خاطره لا د خوښي خاطره لرم چې تر اوسه له ما سره ده او هر کال چې نوروز راځي زه یو شپه دوه شپې مخکې نوروز ته ډېره خوشحاله اوسم ځکه د نوروز په هره شپه یعنی هر کال د نوروز په شپه باندې د موږ کره سبزي چې سبزي چالاو ورته وایي سپینې وریځې او سبزي پخېږي یعنی سبزي چالاو د دې ترڅنګ نور ښه خواړه هم پخه کېږي او سبا ته یې مثلا موږ ټول میله ته د نوروز لا د نوي کال په اوله ورځ باندې موږ ټول یعنې هماغه رسم لا رواج لا هماغه فرهنګ هم پرېښی ده چې په اوله ورځ باندې موږ د باندې وځو میلې ته او چیرې ولاړ سو نو خوشحالي ماته په دې چې سبزي چالاو خورم ځکه هغه هم شین سپین د رنګونه یې کدي او نور مزهداره خواړه هم یې او په اوله ورځ باندې هغه میلې ته تګ د اوله ورځ میلې تګ موږ ته یعنې ډېر ښه احساس راکوي خوشحاله اوسم خوب است فرصت است که گیم را بازی کنیم و اگر همکارای ما نیاز میبینن میتونیم وقفه میگیریم در غیر صورت میتونیم ادامه بدیم. بازی که اجرا میکنیم مطمئن هستم که شما با او آشنا هستید. خب همونطور گفتیم در این قسمت ما یک بازی داریم به نام نشنا بخوان و این فقط دو چیز نیاز داره یک آهنگ مدعی میمانیم و یا هم در گوش کسی که نشنیده بخوانه و همچنان ما یک جایزه هم تعیین کردیم که بعداً براتون میگیم در یک چیزی که این روزها نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کره زمین قیمت شده و نایاب دقیقاً و ډیر ضروری دی ضروری. خب پارتنر رو انتخاب کنیم مریم؟ ما از قبل مانگی کردیم بله. آقلا جان این در گوش خود میمانه بله. و لیمام چند دانه لغت لیمه تقریبا 15 کلمه است که لیمه عزیز میگه و آقای عزیز باید لب سینگ کنه. سینگ کنه؟ لیمی گرفت همکاری بکی باید بخوانم باید از هیله کوم همکاری بکی بخند تو خرم میگیریم. این را گوش میکنیم بلند کنیم که نفهمه. خوب است. خب هر کسی برندش جایزه را میبره دیگه دخترها لطفاً موفق باشین. بله. باید بگم که 15 کلمه پشتو 15 کلمه دری داریم. بله. از این 15 تا هر کلمه تقریبا 2 امتیاز داره. 2 امتیاز داره و امتیاز رو باید پوره کنی. اگر موفق شدی خب هدیه از خودت است و تیم دیگه هم تو داری باید زستم چی جایزه دمش هر چقدر که زیاد گفتی خوبتر است بیشتر. خب اگه مسایی بود با جایزه بخنه
درست میگیریم از این 15 تا حداقل 10 تایش بگو. حداقل 10 تا رو باید ببینیم چی میشه. ما باید یک آهنگ را تلفن پیدا کنم. من زیاد آهنگم نمیشدم که تو در گوشت بان که من مطمئن شم صحیح و طبعا صحیح قسمت. من یک چک میکنم باش. آقلا جان میکشی؟ من یک چک کنم؟ تو بیا مطمئن چک. درجه آخر. طبعا نام چی است؟ نام چیست؟ نام تو مریم. یکی دیگه صدا آهنگم خیلی خوبه. آهنگ سلیقه خیلی خوبه. خب میشه؟ خب نه. ما داریم مثلا خواهم وارد جواب سر زیاد بلند نیستم. خوب است. سنگی. میاوری. خوب است. بچه‌ها نه سنگی. بریم بنا لیما جان لغت پرسان که بفهمم. شلغم سلام. چی دوباره نفهمی؟ شلغم فقط یک بار نیستی. شلغم. آفرین. یک. سی بار لغت من باش نمره میتونم که یک فکر پلو زودتر پلو. چقدر آسان است. شات دی موگک ده شات دی موگک ده نه ګوره د باډي لنګویج دې سم کړ. باری لنگویج پسرلی بیرون. پسرلی اشاره نکنش لطفاً با لب سنگی نه خلاص پسرلی پسرلی. آفرین دوم من لغت سی بار بگو لیما جان فکرت کجاست؟ کامرا تابان. خیمه بیخی. خیلی بخیر تشکر خب بعد از پارت دو میشه کلمات بر من بتی؟ من از خالده پرسان میکنم خودش میفهمه. نوشته کرده بیا تو از کمو دجاجت بزنم. خب از من نتیجه فقط سی بار بگو داخل میگی و درست لب سنگ کن یک کس در بین تکتم باید ببریم. خانه خالده خانه 3 دفعه شد. شادی چادر شادی چی؟ فرنی یک جواب خوبه فریزی سی دفعه. موتر یک در صحیح گفت. چادر یک دقیقه. سندره گل شوی ده. رنگ نه ده گل. رنگ بوگر چی دست رنگ رقص اتن رنگ رقص تل پاپ. شال کچولو 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 رو دوست. بایسیکل چی؟ بایسیکل پیاده برعکسش چوب توپ آفرین. جمپر چپمن واسلین چی؟ واسلین نمیشنم واسلین مگه ما چی؟ واسلین وزیر رئیس جمهور. رسوان آینه خلاص شد. 15 تا پس. خب کدامشان بردن؟ هردشان مسایستن بهتر از نیم کنه. یک قوطی برتان بیاره. بخیر منگه یو میسیکینو گرد. خب اگه در یک میز میشینن در یک جای هستن میتونن دوشن استفاده خب باید بگویم که ای چی است؟ این زدوفینی است. البته یک چیز میخوایم بگویم که ما میفهمیم غمهای ما زیاد است حالا در کشور ما بگویم و ما خواستیم فقط در این فضایی که پر از منفی و پر از ناراحتی است کم فضای تفریح و خوشحالی را از طریق برنامه بر شما نشان بدهیم. این به این معنی نیست که ما غمهای خود نمیفهمیم، مشکلات خود نداریم، بلکه ما خواستیم چند لحظه ذهن ما خالی از این مسائل باشه، کمی خوش باشیم. گرچه غمها زیاد است به خوشی‌ها بیشتر تمرکز کنیم. به همین دلیل ما هدیه‌ای که انتخاب کردیم به خاطر این بازی مایه ضد عفونی کننده دست بود، برای ازی که میدانیم و همه ما میفهمیم که ویروس کرونا وارد کشور شده و امیدوار هستم که بیشتر از این هموطنان عزیز ما مبتلا نشن و هر چه زودتر وزارت صحت عامه ما بهتر و بیشتر دست به کار باشه
و مکانایی را باید برای بیمارای عزیز فراهم بسازه که سریعتر و زودتر تداوی شوند و لطفاً از خودتان مواظبت کنین، از کودکانتان مواظبت کنین و از کهنسالایی که در خانه دارین مواظبت کنین. نگذارین که این ویروس در کنار جنگ و ناامنی و تمام بدبختی‌های دیگه‌ای که داریم، کنارش خوشبختی خیلی خوب هم داریم و کشور نازنینی داریم، دامنگیر خانواده و هموطنان عزیزمان شد. او دا د نوي کال شپه په همدې هیله مونږ همدا هیله به پکې وکړو چې نور دا کورونا مرض هر ډول جنجالونه هغه ناخوالې چې زموږ په هیواد کې دي دا د په دې کال کې ختم شي، سوله دې راشي او یو سوکاله کال. بله، پایان برنامه است و حرفای ما رو باید ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. نوروز خوب داشته باشین و با امیدی که چی گفته این داری از خانه با امیدی که صلح در کشور بیاید و طفلای عزیز هر طور دوست دارن زندگی کنین. زه هم خپل ور سره مننه کوم یو د سوکاله افغانستان په هیله. سایلا جان مننه د ټولو څخه نوی کال دې د ټولو مبارک وي. نو زما په اخر کې بیا هم یو لنډۍ تاسو ته ووایم. تر ګل ګلاب ښایسته زه یم، ما ته د ګلو ګېډۍ مه راوړه مینه. بسیار خوب. ما تصمیم گرفتیم به داشته‌های خود بیشتر توجه کنیم، داشته‌های خود را دوست داشته باشیم و با امیدی که بتونیم غم‌ها را شکست بدیم، ناکامی‌ها را از خود دور بکنیم. ما روز اول و شب اول شب فال نیک میگیریم. تشکر که بیننده ما بودین. سپاس از همه تان و سپاس از اینکه زاویه رو دنبال میکنن. همچنان دنبال کنین چون که قرار است زاویه در سال پیش رو بیشتر از سال قبل و بهتر از سال قبل افغانستان اصیل را برای شما به تصویر بکشه و فراموش نکنین نفس بکشید. زندگی هم بکنید.